از همینجا میتوانم بعضی سوال های شما رو بگیرم خواهران انشاءالله. شروع بکنیم از بالا. خواهر مریم بفرمایید شما. سلام علیکم استاد جان. و علیکم السلام و رحمت الله. با انگلیسی نوشتگی مریم. من یک سوال داشتم که شما حاضر شدید بکنید تفسیر کدام من قرآن خوانی رو اندک میخوانم الحمدلله یاد گرفتیم مشکل نمیفهمیم کدام تفسیر رو برای ما مثلا بهترش میخوانیم. خواهر مریم جان شما زبان تاجیکی رو در نظر داشته باشید. اگر من از زبان تاجیکی بجز تفسیری آسان بیان دیگر کتاب نمیدانم، لیکن از تفسیرها با زبان روسی خوانه تا جای میدانم تفسیر سعدی رو الان ترجمه کردگی هستند. تفسیر سعدی خیلی مختصر باشد هم خیلی از اون فایده میگیرید. از تفسیر سعدی استفاده برید. سلامت باشید. خواهر حنیفه بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. استاد جان سلام همگی. سلام و رحمت الله. این ماه قرآن میگویم یک توصیه دیگه که ما از این کتاب در این ماه درس گرفته باشیم. خواهر حنیفه جان حاضر در آخر صحبت هم گفتم که ماه قرآن است و الله این انزلناه فی لیلة مبارکه میگوید ما قرآن را در شب مبارک فرو آوردیم و در سوره قدر هم در شب قدر و ماهی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جبرائیل قرآن را هر روزه یک پارگی میخواندند و در سالی که از دنیا رفتن دو جز خوانده بودند و می توانیم ختم کنیم، می توانیم کم کم به حفظ شروع کنیم. ولی چه خیلی گفتم خواهران عزیز، عمل کردن به قرآن مهم است. حداقل آیات هایی که درباره زن ها می آید، ما فقط 500 آیت، حتی بعضی علما میگویند به 300 می رود چون چند تایش هم معنا هست. آیات های داریم که احکام الآیات هستند، یعنی از آن آیات ها ما حکم میگیریم درباره قسم شکستن، درباره طلاق، درباره شیر دادن، درباره روزه، درباره زکات، درباره مثلا بعضی از احکام های دیگر. حداقل مهمترین فرض های خود را که در قرآن آمده است باید از آن باخبر شویم. یعنی فقط با یک روخانی نباید این ماه را سپری کرد. حداقل درس های از قرآن بگیرید که بگوید من در رمضان این آیت را خواندم و انشاءالله این آیت همیشه برای عمل کردن در حیات من میماند. جزاک الله خیر استاد. و ایاکم خواهرم. خواهر ام عایشه بفرمایند. خواهر ام عایشه صداتون نیست؟ صدای من نیست؟ آمد بفرمایید خواهرم. علیکم السلام. استاد جان سوالم همین که همین روزهای آخر در شبکه‌های اجتماعی و بین مردم همچنین گپ‌های پخش شده است که مثلا میگویند که عمره نکنید و به جای عمره کردن همون تا اینکه مثلا حاکمیت عرب را وای نکنید، به قول ما کیسه های عرب را پر نکنیم و به اون کار خیر صرف کنید پولی همون را. میخواستم ببینم که همین گپ تا کجا اساس دارد؟ آیا ممکن است همین کار را کردن؟ خواهر ام عایشه عجب زمانی هست سبحان الله. همون کسایی که میگویند عمره نکنید و کار خیر کنید، یگان بار از آنها نمیشنوید که بگویند که کنسرت نکنید، به تویتون اینقدر رقاصه و آوازخوان‌های مشهور رو با $5,000 و $3,000 نآرید، اون رو به خیر شما صرف کنید. شما عید نوروز رو اینقدر با شکوه نگذرانید. با گذراندن آن عید یگان بار ما پیش نرفتیم و نرفتیم. ما سال از سال داریم عقب میمونیم. سال از سال دارد مردم در عذاب و مشقت و در عصر 21 حتی به سویت و به اینترنت است. یگان بار این رو از آنها نمیشنوید. مشکلی آنها با دین است. دسترخوان عید رمضان قربان را اینقدر کلان نکنید. عمره نروید، یک بار حج رفتید دویم بار حج نروید. اینها مشکلیشون با خیر به مردم و اصلاح جامعه نیست. مشکلی اینها یصدون عن سبیل الله میگوید الله، از راه الله بازداشتن است. کاش یک بار برابر گفتن این که عمره نکنید اینها میگفتن بیایید همین سال کسی نوروز قید نکند، بیایید با هم اتفاق کنیم که توی هایی که
آوازخوان‌هایش از ازبکستان و از کجا با 5000 و 6000 دلار می آیند، اینها جریمه شوند. این رو هیچ نمیشنوید از اینها. عمره کردن در ماه رمضان مثل حج همراه پیامبر است صلی الله علیه و سلم. در بارش حدیث است کسی که به خاطر الله عمره میکند خانه و در فرزند خود را ترک میکند، در گرسنگی و در تشنگی اطراف خانه الله دور میزند، سجده در زمین میماند و میگوید خدایا در ماه مبارک رمضان دویده به نزد تو آمدم، اجر و ثوابی که او میگیرد اصلا یک راهساز و یک مکتب ساز و یک شهرساز نمیگیرد. اصلا آن اجر و ثوابی که در عمره خالصانه شما میگیرید با یگان خیر نمیگیرید. گپ‌های دروغ است و باز میگویم این گپ‌هایی هست که انسان‌های خیرخوانه، انسان‌های دشمن الله این را میگویند. آنهایی که میخواهند مردم تا میتوانند از عبادت خود دور باشند، اما بار درباره فساد و صرف کردن به فساد زبانشان گشوده نمیشود. خواهر منظوره بفرمایند. و علیکم السلام. لیکن صداتون خیلی نارفشن است. به هر حال بگوید. هم بگوید کنید. استاد سوالم درباره همین خیلی کنسکت علاقه رمضان آمده تقسیم ها میبراید. مثلا در ایدای ما علاقه روز 19 روزه اعلام کردگی هستن. بعد همین چیزا میگوین که مثلا در همه دولت ها یک فیلم ها هم نمیبینن. مثلا یک روز پیشتر یا که یک روز قبلتر هم دیده میشه. در این ملاقه انسان باید چی کار کند؟ مثلا برابر عربستان روزه گرفته خورد یا اینکه چخیلی که در همون دولت علاقه اعلام شده است همیشه روزه گرفت. خواهرم اساساً از روی فقه یا از روی حدیث در زمان پیامبر، در زمان صحابه هم این چیز رخ داده بود که در شام ماه رو میبینند و در مدینه نمیبینند. این دور پیشتر بود که ماه رو دیدن خیلی مشکل بود. فقط اگر ما به دولت هایی که قطب شمال جنوب به این اگر نگاه نکنیم که در بعضی دولت ها الکه شب است و اینجا روز است، مثلا الان خیلی تکنیک پیش رفتگی است. ماه رو تقریبا یکسان میبینن آنهایی که ماه رو دیده روزه میگیرن. اما آنهایی که باز همون تعصبی کلندر خود را دارن میگن ما کلندر رو پیشتر ساختیم به آن نگاه میکنیم، آنها به ماه تقریبا اهمیت نمیدهند. برای همین الان که تکنیک خیلی پیشرفتگی است، دیدن ماه هم نظر به پیش خیلی آسان است. من میگم تقریبا دولت هایی که ماه رو میبینن همه اتفاق میشون ان شاء الله و به نگاه کردن ماه اهمیت دهید. و ایاکم. خواهر عایشه محمدی بفرمایند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان جزاکم الله خیرا. با موضوع خیلی مفیدتون. استاد جان یک سوال داشتم لیکن بیرون از موضوع هست. الان تمام شبکه‌های اجتماعی یک سر و صداهای پخش شده است موید جزیره اپشتین. خوندگی است شنیده است شما؟ آره اپشتین. میخواستم یک بار همون چیتون رو نظری شما رو بفهمم اوید همین جزیره که به فکرم الان حالی تمام شدنی نیست این سر و صداها. آره اینجا رو ما چی گفته میتوانیم؟ سبحان الله، وقتی که خداوند یک قوم رو شرمنده کردنی هست یگان چیز دیگر پیش راهی آن رو گرفته نمیتواند. اگر خواهر با خبر باشید اپستین یا اپشتین، با شبکه های روسی اپشتین میگویند، در دیگر شبکه ها اپستین میگویند. این همه کرسی نشین های اروپا و امریکا، این همه مرد و زن هایی که فقط اسلام رو با اینکه دخترچه های نو به بلاغت رسیده رو ازدواج میکنند، 2 زنه هستند، 3 زنه هستند، 4 زنه هستند، قدر زن در اسلام پایان است، گویان فقط بالای مسلمان ها فریاد و داد می زدن. خداوند اینقدر شرمنده شان کرد که الان آن را هیچ رو پوش کرده نتوانسته ایستادن. اپستین همون نفری هست که جزیره رو خریده، تقریبا با تمام کرسی نشین های از حد بلند پایه در آنجا پناه به کارهای مشغول شده است که حتی حیوان به آن مشغول نمی شود. با 3-4 دخترچه در یک بارگی مثلا نزدیکی کردن و چی دیگر شرمندگی های کردن، آن رو یعنی حتی حیوان نمیتواند تحمل کند که این گونه چیز شده است. یعنی گوش ها شرم دارن از شنیدنش.
و این رو گفته می توانیم که وقتی که خداوند شما رو چهره اساسیتان رو نشان داد یا نشان دادنی شد، هیچ عذر پرسیدن شما نمی تواند آن را پنهان کند. اون شرمندگی و اون عیب و ننگی که آنها انجام دادند تا 3 میلیون میگویند ورق شرمندگی آنها الان در دست بعضی رسانه ها هست، آن را هیچ پنهان کردنی نیست و ما باید شاهد باشیم. هی آنهایی که با گلاستوک پوشیده و کرته سفید پوشیده در میکروفون برآمده حقوق زن میگوید، کافکوبی میزنید، به خود آید. اولین کسانی که حقوق زن را پایمال میکنند همانها هستند. همون نفرانی که بالای منبرها برآمده حقوق زن است، زن باید مثل مرد کار کند، زن اگر مدل شد و یوبکه نصفی پوشید او آزاد است، زن اگر حجاب پوشید و در خانه هست او آزاد نیست میگویند، انا اینها دشمنهای زن هستند. خداوند آشکار کرد که اسلام همیشه زن را بالا میداند و زن مسلمان در نزد شوهر و همسر و برادرش امانت الله است. انا در نزد آنهایی که اینقدر حقوق زن میگوید، زن از مال فرق نمی کند، از حیوان فرق نمی کند. آنها برابر حقوق زن گفتن، همیشه نابود کردن ناموس زن را در دل دارند و آشکار شد. یعنی باید اکنون این همه دموکرات خواهان و گلاستوک و شیم پوشیده برآمده زن باید این باشد و آن باشد گویان گپ میزدگی ها، آنهایی که طرفدار آنها میکردن به خود آید که آنها با زنها چیکار کرده ایستادن. اسلام در کجا قدرش بالا هست؟ در غرب یا در شرق؟ زنی مسلمانی خانشین زیر پا بود و زنی در کوچه برهنه بالای سر بود. ببینید که آنها مقصد از برهنه کردن زنها چی بود؟ مقصدشون چگونه آنها زنها را استفاده میبرند و چگونه اسلام زن را حمایت میکند. یعنی شرمندگی که آنها کردند و الله آشکار کرد باید برای هر یک عاقل درس باشد که هر کسی که حقوق زن میگوید او حقوق زن را نمیداند. اسلام حقوق زن را به خودش داد و تا زمانی که زنها پابند اسلام هستند آنها در حق حقوق خود میمانند و آن حق حقوق را الله برایشان میدهد. اما شرمندگی آنها را دیگر دیدیم و هنوز روز از روز باز هم آشکار شده ایستاده است. جزاء وفاق و انشاءالله جزای موافق برایشان است. جزاکم الله خیرا استاذ جان. و یکم خواهرم خواهر صدبرگ بفرمایند. سلام علیکم استاد جان. سوال من همین بود که زن میتواند در حق شوهری که از دنیا رفته است روزه گیرد، در حق همون شوهری که از دنیا گذشته است بخشد؟ خواهرم میتواند که در حق پدر مادری که از دنیا گذشته است در حق آنها روزه گیرد و بخشد؟ خواهر جان، در حق مرده ها صدقه کردن و دعا کردن یگان شک و شبهه نیست، دلیل هست. اما روزه گرفته ثوابش را بخشیدن، نماز خوانده ثوابش را بخشیدن، قرآن خواندن ثوابش را بخشیدن و عموما کارهای ثواب کرده بخشیدن در نزد جمهور علما جایز است. در قول امام شافعی، ابو حنیفه رحمت الله علیه، در قول از امام احمد. یگانه در مذهب امام مالک قدر اجازه نمیدین، ان شاء الله باکی ندارد. وقتی داشتید و گفتید خدایا اگر روزم را از من قبول کرده باشه، اجرش را من ثوابش را به شوهرم بخشیدم یا به پدر و مادرم بخشیدم، باذن الله میرسد. سوال خواهر گلمیره رو بگیرم. گلمیره با تاجیکی نوشتگی بفرمایید. خواهر گلمیره بفرمایید. مادر عبدالله شما بفرمایید. السلام علیکم استاد جان، من باشم. علیکم السلام، هم بفرمایید. استاد جان، سوال من همه که همه وقتی که طهارت میکنی طهارت تز میشکنه، بعد برای همین قرآن خواندن میتونی که به یک مستحب کردن مثلا درست رو ازیاد کنی؟ مستحب به طهارت رابطه ندارد خواهر مادر عبدالله، مستحب به طهارت رابطه ندارد. آن دو چیز از هم فرق میکنند. وقتی که شما حکم معذور هستید، یعنی از این یگان بار شما از شکستن طهارت خالی نیستید، در اینجا اولی نماز وقتی طهارت کردید تا نماز دیگر چقدر خواهید نماز نافله میخوانید، چقدر خواهید قرآن میخوانید، مادامی که فقط با سبب همان عذر طهارت شما شکست. اما شما حکم معذور نیستید، عادی زیاد طهارتتان میشکنه، در اینجا باید برای قرآن خواندن طهارت داشته باشید یا که به قرآن دست نزده بخوانید.
اگر طهاره نداشته باشه نباید قرآن رو قپیدن و خواندنش نقپیده جایز است. و یکم خواهر زلفیه بفرمایند. سلام علیکم معلومه جان. علیکم السلام. دو سوال کوتاه. یک سوال همون فهمیدم که قضای نماز گذشته رو گرفتن خواندن ممکن، اما قضای رمضان های گذشته در وقت دخترک بودن ما هیچ کس گفتگی نبودن که روزه داشتن فرض است. همون روزه های مانده رفته رو چه خیلی قضاش رو گرفتن ممکن است؟ خواهرم اگر شما شرایط داشته باشید از اینکه مسلمان تولد شدید و نمیدونستم که برای ما عذر نمی شود، چیزایی که از فرض هایی است که همه میدانند، اگر شما شرایط داشته باشید اون قضاها رو تقریبا یعنی از روی تخمینی حساب کرده بگیرید. اگر گفتید برای من خیلی وزمین است اون همه روز سالهای دراز، در این وقت فدیه بدهید. برای هر یک روزه خورده اتون تقریبا 1.5 کیلو برنج و یا ارد جدا کنید. برای 30 روز مثلا 45 کیلو می شود. برای مثلا 60 روز می شود 90 کیلو. فدیه بدهید اگر گفتید من هیچ شرایطی همه اون روزه ها رو گرفتن ندارم. با کم بزاعت؟ البته حتما به مسکین به محتاج. رحمتی کنم. سوالی دوی معلومه جا همین یک گروه هست برای قرآن را از نال سر میکنن برای کودکان هم دختر و هم پسر. در آنجا مرد درس میدهد. باید درست است که با فرزنده هم اینها را آموزانه. کودک میده باشد هیچ گپ نه استاد مرد باشد. کودک میده از استاد درس گیرد با که ندارد، مادامی که جماعت است یگان خف فتنه نیست هیچ گپ ندارد. اما زنهای کلان الان که استاده های زن زیاد هستند بهتر از مردها درس نگیرید. اما کودکا با که ندانه. سلامت باشید. خواهر ماهزاده بفرمایند، نامشان خوش رو بوده است. اولی کوتاه داشتم که یک ماه پیش وصیت تولد کردم. ممکن است که من و شیر خودم رو برای کودکم میدهم، ممکن است که من روزه گیرم. مادامی که ضرر نمی کند شیرتون با روزه گرفتن کم نمی شود، کودک بیمار نمی شود، یکم با که ندارد و انشالله خوش رو اگر سحر خوری کردید و افطار کردید انشالله یک ماه که کودک چه به دست می توانید روزه گرفتن. زمان زن شیر دهنده نباید روزه گیرد که می داند که روزه گرفت کم شوی شیر کودک را بیمار می کند، در اینجا گناهکار می شود. دادا جان، به یک سوال کوتاه دیگر که از بالای نسکی مس کشیدن ممکن است؟ خواهرم نسکی مس کشیدنش در نزد جمهور علما جایز، اما به شرط. بعضی از علما مثلا در مذهب ما نسکی که تری رو نباید گذراند. در مذهب شافعی مثلا حداقل زیر نسکی پوست باشد. در مذهب ما مالک مثلا میگن نسکی درونش از چرم باشد. نسکی رو اجازه میدن جورب رو، اما میگوین نسکی که نجاست پایان رو به پا نگذراند. برای همین نسکی های عادی حاضر زیر شبهه هست، برای اون که اکثریتش نجاست رو به بالا میگذراند، تونوک است. اما نسکی های غفصه که شما یقین دارید به زودی پاتر نمی شود با آن، در اینجا انشالله باکی نیست. در ما حدیث است در ترمذی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به نسکی مس کشیدن، اما در بین علما اون نسکی از نسکی های عادی لطگی نبود، اون از نسکی های غفص بود و حتی زیرش آب نمیگذرانید. همین مسئله اختلافی آمدگی است که تقریبا جمهور علما میگن نسکی از نسکی های هست که نباید نجاست رو یا آب رو به پا گذراند. و یکم امی مصطفی بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد جان، همین قرآنی که با کریلی خواندگی با کریلی خوانی اپا جان سوال دادن، کریلی خواندگی این حقش مونده، میگه همین ممکنه که خانه ما با یگان مثال نمایید هر یک مقصد بخشیم. خواهر جان، قرآنی که با کریلی نوشتگی اون قرآن نیست خواهرم. قرآنی که با کریلی نوشتگی هست چند تا کلمه رو خطا می نویسد. این همه قرآن رو با کریلی به جای خواندن کاش عربی خواندن رو یاد می گرفتن. عربی خواندن اینقدر دشوار نیست وقتی حرکت میکنن. میگم که همین استاد جانم خیلی سوال دادگی جواب دادگن، میگن که بسیار کس نمیگن خیر از دیگرها بگیرند. خواهر مصطفی، من به کسی اجازه نمیدم که قرآن کریلی بخونه. استاد جان
همین چی میشه نبارش میبرامد انشالله بهترین میشه انشالله. خواهر محیا بفرمایند. محیا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. من 15 ساله دارم. ترابه خواند من باید افتدا کنم. میشود انشالله میشود. حتی فرض خواندن میشود. قرآن ازیاد کدگی انچه پاره میدانه تو غلط و خطا میکند یا در میماند. من اصلاح کردنم آواز برآوردنم اجازه نه مادر هستید بکنید، اما زیاد خطا کند بهترش امام نشود خواهرم. یعنی در امام بودن مهمش قرآن است. کسی که شروع قرآن میداند او باید امام شود. وقتی خطاگی زیاد دارد بهترش امام نشود. سوره های دراز وای میکند، خطا میکند یا این روی مانده دیگر روی میگذارد. در این وقت تیار رو ببیند بگوید پیش از نماز خواهر محیا پیش از نماز بهترش تیار شود بعدن همون صحیفه رو خواند. هر زمان آواز برآوردنم وای نمیکند. نماز به خلال نمیرسد. لقمه دادن جایز، لقمه دادن جایز، اما لقمه زن اجازه نمیدهند. مردها به یکدیگر لقمه دهند خوب است، اما زنها بهترش لقمه ندهند. یعنی به این چیز اجازه نیست. رحمت جزاک الله خیر. و یکم خواهر گوهر بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله. من باشم. علیکم السلام و رحمت الله. آره بفرمایید. همین در ماه شهر رمضان ما دختران در یک جایگی ختم قرآن میکنیم هر سال. همین وقتی که عادتی ماهانگی میشه در همان وضعیت من گوش کننده میشم. بعد از صحت شدن باید همون صحبه ها را من از نو خوانم. یعنی که گوش کردم گوش کرده باشد بکنست انشالله. گوش کرده باشد انشالله بکنست دوام داده میتواند. یک دیگر رو گوش کنید انشالله بکنست. خواهر صدف بفرمایند. السلام علیکم و رحمت الله. سوالی من استاد جان در همین خصوص ختم رمضان است. یعنی شخصی که قرآن را خوانده میتواند با خط کریلی ختم کند. یعنی یک دقیقه پیش من جواب دادم به همین سوال. یک دقیقه پیش جواب دادم. خواهر ام یحیی بفرمایید. ام یحیی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. سوزا جان بخشش زیاد من یکم بار در درس حضوری شما اشتراک دارم. راستش من ویدیوهاتون تماشا میکردم که خیلی احساس نمیکردم. خیال کردم خانم و مهمان شده. الله ستان کنن فرمایید. الله شما راضی باشه استاد. استاد جان درباره تراویح سوال دادم که ما مثلا در تاجیکستان 20 رکعت میخوندیم. ولی در اینجاها هست 8 رکعت میخونن. و چی کنیم؟ باقیش آمده در خانه خونیم یا که مثل همونا 8 رکعت خونیم؟ تراویح 8 رکعت خوانده هم می شود، 20 رکعت خوانده هم می شود. 8 رکعت خوندید شما کفایه کردید، خواستید در خانه باز نماز تهجد خوانید اگه باکی نیست، اما 8 رکعت رو حتمی نیست اومده 20 رکعت خوانید. پیامبر صلی الله علیه و 8 رکعت خوندگی هستند. 20 رکعت بعد از خلافت حضرت عمر اومدگی است. به این هیچ گناهگار نمیشوید. بعد در مسجد خوندن ثوابش خوب داره؟ البته در مسجد دیگر است خواهرم. حتی به زنها باشد هم در حاضر زمان که خانمان پر از تلفن و 1001 چیز است. یک فتوای امام البانی رو خونده بودم چند سال پیش که میگویند حتی برای زنها هم رمضان بهترینش مکانش مسجد است. همسران پیامبر در مسجد اعتکاف می نشستند در رمضان در 10 روز آخرش. یعنی البته که تراویح در مسجد خوب است، اما گفتید نه بچه معده دارم یا راه دور است در خانه خواندن باکی نیست. یکی خوانید حتما. خواهرها رمضان رو به تراویح نگذرانید. تراویح که رمضان فضل خودش رو دارد. جزاکم الله و یکم الله نگهبان خواهران عزیز. ان شاء الله